سلام دوستان، امروز با هم میریم یه پای سیب درست میکنیم که هم از نظر ظاهری دلچسبه و به اشتها میارتون و هم این که خیلی خوشمزه و خوش‌طعمه. 80 گرم کره به دمای محیط رسیده رو توی ظرفی میریزم. 100 گرم شکر به اون اضافه میکنم و 1/2 قاشق چایخوری وانیل یا یه بسته وانیل. اگر از وانیل مایع استفاده میکنین 1 قاشق چایخوری وانیل مایع. خوب با هم مخلوطشون میکنم. یه دونه تخم مرغ و 100 میل شیر به اون اضافه میکنم. دوباره خوب همشون میزنم. دویست و 250 گرم آرد علک شده رو بهش اضافه میکنم و 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر. خوب با هم مخلوطشون میکنم. نهایتاً یه خمیر شل و چسبناک داریم به این شکل. از 2 قاشق مرباخوری استفاده میکنم یا قاشق چایخوری و با خیس کردن اونها خمیر رو توی ظرف میذارم. ابتدا 1 گوله وسط اون میذارم و بعد به شکل گلبرگ های 1 گل اطراف اونو به وسیله خمیر پوشش میدم. حتما نباید روی اونها کاملا صاف باشه چون در حین پخت خودش صاف میشه روی اون. من ابتدا 4 طرف اونو گلبرگ گذاشتم و بین اونها باز گلبرگ اضافه میکنم، یعنی اینکه 8 گلبرگ داریم در اطراف و یه مرکز گل. حالا از یه سیب استفاده میکنم. قسمت‌های اضافی سیبو در میارم و سیبو خلالی برش میزنم به این شکلی که میبینیم. روی گلبرگ ها رو یه مقداری گود میکنم با قاشق خیس. قاشق رو خیس میکنم تا خمیر به قاشق نچسبه چون خمیر کاملا چسبنده است. تو قسمت گودی هر کدوم از گلبرگ ها یه مقدار مارمالاد سیب میریزم.
از مارمالاد دیگه‌ای هم میتونین استفاده کنین، اما چون پای سیبه بهتر اینه که از مارمالاد سیب استفاده کنین. بعد با یه قاشق خیس قسمت وسط گل رو هم باز میکنم تا یه حفره بزرگ ایجاد بشه و بتونم توی اون هم مارمالاد سیب بریزم. کاملا وسط اونو بازش میکنم و مارمالاد سیب رو توی اون میریزم. اندازه و مقدار مارمالاد سیب روی گلبرگ ها و وسط اون دست خودتون که کم باشه یا زیاد. حالا سیبی که برش زدم رو به شکلی که میبینین داخل گلبرگ ها فرو میکنم. میتونین از سیب قرمز استفاده کنین یا اینکه سیب رو پوست بگیرین. بعد از اینکه دور گلبرگ ها رو از برگه های سیب فرو کردم، حالا قسمت وسط گل رو هم یک لایه سیب میزنم تقریبا کار تموم شده. حالا یه مقدار شکر قسمت هایی که خمیر هست میپاشم و بعد اونو توی فری که از قبل گرم کردم با 170 درجه سانتیگراد برای مدت 25 الی 35 دقیقه میذارم تا بپزه و آماده بشه. حالا پای سیبمون آماده است. میبینین که چقدر قشنگه. یه پای سیب خوب و خوشمزه. میتونین این پای سیب رو با خانواده نوش جان کنین یا اینکه زمانی که مهمان دارین با این پای سیب از مهمانها پذیرایی کنین. دوستان عزیز، خدا نگهدارتون.